گوش که مشتری محترم گوش کنید، یک بار شما مرا گوش کنید، عصبانی نشین، با دقت مرا گوش کنید. آخه ها در حالتی که شما پرداخت نکردین ما میتونیم که قطع کنیم. اجورا آخه 3 ماه شما پرداخت نکردین اجورا. اکا جان اینجا بازار نیست که ما ارزان کنیم. چیزی که هسته همون را شما آورده باید بسپارین. آخه برای چی قطع کردیم؟ آخری ماه اکا جان ما هم حساب داریم، حساب اصلا داریم، ما هم میز حسابی همی ما برای می قطع میکنیم. اکا جان بخفگی چی خیلی ما را شما نمیفهمین. گوش که اکا عصبانی نشین، دیرتر عصباتون آرام کنیم با زنگ زنیم ده. بخشش زیاد ها. داروید سلام علیکم رای جان ممکن؟ سلام علیکم ممکن برم. تینجای بخیره کو گابزان؟ تینجای رای جان بخیره. تو کتیبه نو آوردم اخران یک تیشه قبول کنین. برای چی که چند کتیبه آوردم قبول نکردین؟ میبینیم گابزان دارم. مرحبا دی. السلام علیکم محترم رئیس. السلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت. محترم رئیس ما ارو اعلان آمدگیم برای جای کار برای کتیبگی. بهترین بسیار کاری خوب. شما هر دوتون اپا و خواهرین؟ بله محترم رئیس. اپا و خواهریم از هر دومون اقلانیت همون کار دارم گرفتین محترم رئیس. خیلی میبینیم. نامی تو چیه خواهر جون؟ نامی من مهیای محترم رئیس. مهیا بهترین نام. یعنی که شما میخواین که کدیمو همکاری کنی کتیبه کار بدین. بله رئیس جون بله. تو قایچی داری خطید؟ قایچی؟ نه قایچی ندارم. نداری قایچی خطید؟ مدامی که قایچی نداشته باشی قطیما کار کردن نمیتونی. مرحمت برین آزاد در روی کار. آزاد دیگه کسی چیزی در کار نیست. برای شما بسین اینجا بسین شما. اولی شما بسین. نامی تو چیه؟ نوی من منجه. بهترین نام ده منیجه بونو. شما کار کردن میخواین نه؟ بله. کاتیبگی. بله. تو قایچی داری خطید؟ قایچی؟ بله قایچی. نه رئیس قایچی ندارم. نداری؟ نه. تیز بودم این نگنی خواهرتونه دایرو کنی. مرحمت داری؟ بخشش. ما شما رو نفهمیدم. و برای چه یورم قبول نکرده؟ ما قریب 50 کتیبه میارم شما سر میکنین. شما فقط یک گپ دارید. قایچی. و برای چی؟ من نفهمیدم قایچی برای چی؟ تو نمیدونستی که یکم کتیبه که داری کارخونه قدیما کار میکرد من برای چی ای کارخونه پیشش کردم؟ نه ریز جان. نمیدونستی؟ نه خیلی. انا با دقت گوش کن. ما همون کتیبه که یکم در همین کارخونه قدیم کار میکرد انا می تگمای کردم کن گفتم که بگی سوزن رشته قدی هم تگما را بدوز در تنم. انا بعدی که گیرم دوخ در تنم هم تگما را دوخ قایچی نداشت که همون رشته را ببره بگیره. بعدن دانوش هم خیلی پیش اومد همین را کندنی کشید نه رشته را همی بکنم نکنم دا کی یانگان ayda های در اومد. اگر شما بارهای خود را از شهر مسکو به تاجیکستان روان کردن خواهید مرحمت به شرکت بهرام زنگ بزنه. سراغ بازار صدوات و لوبلینا. اگر بارهای شما وزبی باشد زنگ زنه از تمام شهرهای مسکو و پدماسکوفسکی اوبلاست آنها خودشان رفته میگیرند. با خواست خداوند بارهای شما را از شهر مسکو تا دوشنبه نویه یوان نویه رودکی شهری باختر اومد ولایت خطلون نه نگفتن اونو تا خونه‌تون برده میرسونم. مردن کنه که مرحمت به همین رقم زنگ زنه در یک ماه 3 مرتبه از شهر مسکو به تاجیکستان میآیند. زنک همین عمر آدمیزاد میگم در رو میگذشته. این همین خیال میکنم که اون روزا توی ما بوده. در نظرم که دین توی مونده. خب عمر آدمیزاد در رو میگذشته. هم خیال میکنم که می توی موندی نه بوده که ایرا بین اون آدمیزاد تبیین که نه اوجه بچه من سینف یک 7 ساله. راست میگوی با بردش مکتب سعدی را؟ بردم شهر خچه دیوانه کده من مکتب نمیخونم. من مکتب نمیرم.
گریه انا مکتبا با دو آورده گفتم بچه درسکو تا بخون تا 12 را عبید جواب میشی میای خونه بعد خب کرد. خیلی گفته باشیش نه است. ای ده در تخت خیلی کن. تقتقه؟ نشنیدی کو کم ساعت بی چنده؟ ساعت هم 12 شده. گفتم ام بس کن. سردی اومده گیو. برا کن. یه چی گیره کلیستی بچم بیا جا؟ بیا خب کن من اجازه کنم. چون من دروغ گفته چی دروغ گفته؟ او گفته که مکتب تو آمده